منتظر میمونی سلمان. تو خاندانت را پرتافته در خراسان برای جستنی دین حق برآمدی. پدری تو بسیار انسانی ثروتمند بود، اما آن را گذاشته رفتی و دین نصرانی را قبول کردی. ولی که نه، تو را عذاب و مشقت انتظار است سلمان. شهر به شهر، از راهب به راهب تو به این مکان رسیدی. در خانه راهب زندگی کردی. چند لحظه نگذشت او نیز فوتید. او به تو راهی را نشان داد. سپس تو راهب نیک دیگری را پیدا کردی. آن نیز فوتید. باز راهب دیگری را پیدا کردی و در خانه‌اش زندگی میکنی. ای سلمان، بابای زودتر رفتیم که راهی فوتیده ایست. چی گفتی؟ سپس عمار در حقیقت هر رویایی که او می‌بیند همش حق و صحیحند و تا صبح بیشک عملی می‌گردند. مبارکت باد زید. تو غلام بودی در بازار اوکاس و تو را انسان نکوکار خریداری نمود. محمد ابن عبدالله از غلامی آزادت کرد و مرا پسر خواندش خواند. همه مردم مکه مرا چنین صدا میکنند: زید پسر محمد. تو صادق هستی عمار. قسم به خدای کعبه اگر پسرش میبودم فکر نمیکنم به من آنقدر مهربانی میکرد که حالا میکنم. به خدا که اگر او با تو مهربان نمیبود هرگز چنین رفتار نمیکرد. او از پدرم دیده برایم مهربانی بیشتری میکند. قسم به خدا عمار، او از همه مردم دیده صادق‌تر است. خدا از تو راضی باشد زید. خدا راضی باشد. ما از خاندان یاسریم. چی بگویم؟ ما غلام نیستیم، لیکن از یمن به اینجا آمدیم و مثل غلام کار میکنیم در خانواده قوم محزون. خوش به حالت زید. صبور باش برادرم، باید صبور باشیم. شاید خدا به زودی مشکلت را آسان کند عمار. به کجا زید؟ صبر کن برادر. غریبان از دیدار هم سیر نمی شوند. پدرم محمد در کوههای مکه است. نزدش می روم، شاید برای کار احتیاج دارد. انسان خوشبخت هستی عمار. غمگین شدی در این دنیا. نزد محمد برو. از حاجتمندان رو نمی گرداند. او بسیار خوشنود می گردد چون دل کسی را شاد گرداند. تا بازدید. اکنون سلمان این راهب نکوکار نیز وفات کرد و تو تنها موندی. چیزی نداری دیگر جز از پی وصیت این راهب گشتن. زمان ظهور پیامبر در سرزمین عرب فرا می رسد. چگونه اونجا را پیدا کنم؟ اولین نشانه هایی را که حضرت محمد درود خدا بر او و به آلش مشاهده کرد برای پیامبریش این بود که خدای سبحان و تعالی به او کرامت داده بود که هر شب می دید خوابهای صادق و هر خوابی را که می دید تا صبح به وقوع می پیوست. آن زمان او 40 سال داشت. خداوند او را محبوب یگانه آفرید و نبود در دنیا برایش کسی جز او محبوب تری. و پیامبر درود خدا بر او و به آلش گفت خوابهای صادق این یکی از نشانه های پیامبران خدا به شمار می رود. راه به سوی او آنجاست که در بین دو سرزمین تفسان درختها سبزیده‌اند.
нишонаҳои хосеро дорост. ба ӯ ҳарчи тӯҳфа бидиҳӣ мехӯрад, аммо аз садақаҳо намехӯрад. дар байни нишонаҳои пушташ муҳри паёнбарӣ ҷойгир аст. кош ту метавонистӣ ба он шаҳр биравӣ, бирав он ҷо, гарчи дар дигар канори замин бошад. парвардигор кай бошад ки рӯҳи ман болида гардад? худоё, раҳм кун ба ҳоли бандаат Салмон. худоё, ман аз як сарзамин ба дигар сарзамин роҳро тай кардам. чун ба он шаҳр расидам, фикр мекунам то абад он ҷо мемонам ва он ҷо мефавтам. он замон паёнбар дуруди худо бар ӯ ва ба олаш 40 сол дошт. чун дар кӯҳҳои Макка роҳ мерафт ба ҷониби ғор, ҳамаи дарахтону сабзаҳо сабз гардида ба ӯ гуфтанд: ассалому алайка ё расулаллоҳ. паёнбари ислом дуруди худо бар ӯ ва ба олаш ҳайратзада ба ҷониби пасу пеш нигарист ва ҷуз дарахтону сангрезаҳо чизи дигареро надид. сипас малоик ҷабраил бо расонидани хабари нуфузи ӯ дар назди худо ба ғори Ҳиро омад дар моҳи рамазон. паёнбари ислом дуруди худо бар ӯ ва ба олаш нақл мекунад: он замон ман дар ғори Ҳиро будам ва малоик ҷабраил алайҳи салом бо китобе наздам омад. ва ман гуфт: бихон. ба ӯ гуфтам: наметавонам хондан. маро чунон сахт оғӯш кард ки қариб буд ҷон аз танам мебаромад. сипас раҳоям карду гуфт: бихон. боз гуфтам: наметавонам. дубора сахт оғӯшам кард ки фикр кардам фавтидам. сипас раҳоям кард ва гуфт: бихон. گفتم چرا بخوانم؟ او گفت: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. به نام خداوند بخشنده مهربان. بخوان به نام پروردگارت که خلق کرد آدمی را از لخته خونه. بخوان و پروردگاری تو ارجمندترین است. خدایی است که آموزش داد به واسطه قلم به آدمی آنچه را که نمیدانست بیاموخت. سپس من نیز آن را خواندم و چون خاتمه یافت مرا گذاشت و رفت. چون من از خواب برخیستم همه آن کتاب در قلبم کتابت شده بود. چون از غار حرا خارج شدم و در بین کوه رسیدم صدایی را شنیدم از آسمان که می گفت: ای محمد، تو پیامبر خدایی و من جبرائیل. چون این صدا را شنیدم در حال به جانب آسمان نگریستم و جبرائیل را در صورت انسان بزرگ دیدم. در بین آسمان ایستاده بود و به من می گفت: ای محمد، تو پیامبر خدایی و من جبرائیل. من در جایم ایستاده با تعجب به جانب او می نگریستم و به هر طرف آسمان که نگاه می کردم در چنین صورت او را در می یافتم. در بین کوههای مکه در آنجا که توقف کردم و به جبرائیل نگریستم تا آن زمانی که خدیجه به نزدم آدم فرستاد باقی ماندم. با کجا می روی زید؟ خانم خدیجه مرا فرستاد تا به سراغ پدر قاسم می روم. به حق خدا با جای من از پیشونش بوسه بکن و با او بگو مادرت برکه مشتاق تو گشته از نور چشمانم. او همیشه تو رو یاد میکند و میگوید مادری ایمن مادری من است بعدی مادرم. ای نوری چشمانم، با زودی زیارتش میکنم. پیامبر اسلام درود خدا بر او و با آلش همه را به خدیجه خدا از او راضی باشد نقل کرد و خدیجه گفت: خوش به حالت پسری عمو در این راه باش. سوگند به آنی که جانی من در دست اوست امیدوارم که تو پیامبر خدا خواهی شد. سپس همه این را به پسری عمکش ورقه ابن نفیل نقل کرد. نور است، اون نور است، نوری پاک. سوگند به آنی که جانی ورقه در دست اوست اگر گفته های تو حق باشن خدیجه، نزد او ملائکه آمده است که پیش از او نزد پیامبر موسی آمده بود و بر حق او پیامبر این مردم است.
بگو در این راه مستحکم باشد. وعده خدا رسید اکنون ورقه. وعده خدا حق است. پیامبر درود خدا بر او و به آلش از غار حرا برگشته گرد کعبه را 7 مراتبه طواف کرد. ورقه ابن نفیل بار با پیامبر واخورد و به او گفت: قسم به آنی که جانم در دست اوست، تو پیامبری مردمان خواهی شد محمد، ولیکن تو را دروغگوی میگویند، عذابت میدهم و با تو میجنگند. اگر من آن زمان زنده باشم، به خدا من حتما تو را کمک میکنم. قسم به خدای کعبه تعجب آور است. این چی باشد؟ این چی روشنایی است در مکه؟ این چی نور است؟ نسیم فورم است. روح تن را آرامش می بخشد. این چی نسیم فورم است که امروز کلی مکه را فرا گرفته است مصعب. ای صبحگاهان، اینقدر فارمی. خدایا این چی باشد؟ این چی نور است مکه را فرا گرفته است؟ این چی نسیم فارم است؟ این چی بوی است؟ بوی مشک و عنبر. خدایا این چی گپ باشد؟ ای عمار، این چی روز است؟ روز خوشبختی. این چه نوری است کعبه را روشنایی می کند؟ این چه بوی خوش است در مکه؟ اله و نور، نوری نبوت مکه را روشن کرده است، همچنین کل دنیا را. ای محترم، اینجا تنهایید در نصف شب؟ این نوری اوست عبیدالله. ای کاش زنده بمانم و او را کمک بکنم. اوه زید، تو فوتیدی و من تا زمان ظهور پیامبر زنده ماندم. ای دوستم، زمانش رسید میگویی؟ بله عبیدالله، بله. هوشیار باش، از او رو نگردان. هوشیار باش عبیدالله، هوشیار باش. هرگیز من از او رو نمیگردانم. بله ای اسما، بله این چی نور باشد؟ قریب 40 سال می شود من چون این نور را ندیده بودم در مکه که تمام اینجا را فرا گرفته است. این نور مکه را فرا گرفته، قلب مرا آرام کرده است. من میدانم که او پیامبری برحق است که مردم انتظارش بودند. حقا که زمانی او فرا رسید ای عبیدالله. محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم پیامبری خداست. آه رهنمایم، چقدر برایت شادم. ای کاش بدانی چقدر شاد شدم. ویرانه بودم، کنون من آباد شدم. خدیجه وصف تو کرد، بعدی وصفش چو مرغی از قفس آزاد گشتم. محمد رهنما گردد بر ما، شود غالب به هر انسانی بدخواه. برای مردمان رحمت بود او، که نور است از خدا در روی دنیا. کسانی زید او رفتار بکنند، نه او را بلکه خود را خار بکنند. دریغا جایتان آخر من نیستم. ایمان آورده بود را می شکستم. قریشی ها همه گردند رو گردان، ولی من رو نگردانم زی دوستم. برایش جان خود می بخشیدم من، زی کافر حفظ می کردم او را من.
کسانی را که در مقابل او می جنگند بدانم که ناخوشی های زیاد در پیش است. ای قبیله های اوس و خزرج، حقا که این نور پیامبر است که ما منتظرش بودیم. با یاری نور ما غالب میگردیم، چنانه که غالب گردید فرزندان خیبر بر غطفان. این شب را نسیم فارم فرا گرفته است. چی نور است مکه را روشن کرده است. کی هست؟ منم ورقه پسرم. امکم ورقه درای دمک. تو این نور را ندیده ای سید پسری دوستم زید؟ آه خدای کعبه، این چی روشنایی باشد؟ این نور است که پدرت زید ابن عمرو ابن نوفل منتظر بود. در انتظاری این او فوتید پسرم. نور پیامبر است، نور پیامبر. مگر در دنیا از این دیده چیزی بهتری هست؟ اگر او را دیدی رو نگردان و ایمان آور. اون نور است، اون نور است، نوری پاک. کاش زید زنده می بود و او را می دید. این نوری اوست پسرم. به خانه درای دمک، درایید. هوشیار باش و روی نگردان از او سید. گفته هایم حق است. این نوری پیامبر است که کل دنیا را فرا گرفته است. رو نمیگردانم به خدا. از او رو نمیگرداند سعید ابن زید ابن عمرو ابن نوفل. او اهل فقیر، وای بر شما، چرا دارایتان را خرج میکنید و غلامانتان را آزاد؟ وای بر شما، انتظار شوید تا پگاه، شاید خبری بشنوید. وای بر تو پسر مخزوم، چه شد به دنیا؟ این چی است؟ این چی نور است بلال؟ تا این زمان چنین نور را ندیده بودم. شاید این رحمتی باشد برای نجات غلامان. چون زمان پیامبری رسول الله درود خدا بر او و به آلش رسید، برای شیطانها شنیدنی سخن ملائک از آسمان ممنوع شد. قبل از ظهور پیامبر شیاطین و جنها هرچی که ملائک در هفتم آسمان میگفت آن را میشنویدند. خداوند تعالی به پیامبر درود خدا بر او و به آلش در قرآن آید خبر جنها قصه میکند. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا. به نام خدای بخشاینده مهربان، بگو به من وحی شده است که گروهی از جنها گوش فرا دادند و گفتند که ما هر آینه قرآن عجیب شنیدیم، برای راست هدایت می کند. پس ما به آن ایمان آوردیم و هرگز کسی را شریک پروردگارمان نمی سازیم. خدایا چه خبر است؟ 4 مراتب می شود که جنها نزد می آیند و می گویند که در مکه پیامبر ظهور کرد. چرا منتظری شود؟ برخیز زودتر نزد او برو و به او ایمان آور. با فکرم زمانی سخنگویی آنها به آخر رسید شود. اگر این راست باشد پس جن و شیطان ها دیگر گفتگوی ملائک را نمی شنوند از هفتم آسمان. امانتی را که به تو داد آن را به او برگردان پسرم. من چنین میکنم.
аз барои худо ба ман посух биде роҳиб. بگو پسرم. ба ҳаққи худо дар бораи дини паёмбар иброҳим ба ман нақл бикун. تو مرا از چیزی سوال کردی که دیگر مردم به این اعتبار نمیدهند. اکنون زمان پیامبری رسیده است که از مکه ظهور میکند، زاده حرم است. او به تو راه حق را مینماید. بله برادر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اهل خاندانم، کلمه شهادت را بگویید. شهادت میدهم که نیست خدای جز الله. اشهد ان لا اله الا الله. و شهادت میدهم که محمد پیامبری خداست. و اشهد ان محمدا رسول الله. مایلش مصعب، مایلش، لیکن قول بده که با کسی از اهل مکه این را نمیگویی. پیامبر این را اجازه نداده است. مایلش نقل میکنی یا نه؟ نخست کسانی که به پیامبر درود خدا بر او و به آلش ایمان آوردند، از زنها همسرش خدیجه دختر حویلید است، خدا از او راضی باشد، و از مردها ابوبکر صدیق، و از خردسالان باشد علی پسر ابو طالب، خدا از آنها راضی باشد. و من نخست از غلامان شاهدی میدهم که نیست خدای جز الله و محمد پیامبر خداست. باز نقل کن زید، هر چی که شد. مایلش مصعب. ای محمد، حقا که تو پیامبر این مردم هستی. وا حسرتا که پیامبر ظهور میکند و ورقه از این دنیا میروی. ای کاش جوان میبودم و پیروی تو میشدم. قسم به خدا اگر زنده مانم حتما تو را کمک کرده قریشی ها را برای حق دعوت میکنم، تو را حفظ میکنم. یهودی ها و مشرکان و انسان های سرکش میخواهند تو از راحت برگردی و شیر کاوری. سپس با او گفت خدیجه خدایا حفظ کن محمد را. خدا هرگز به این کار راه نمیدهد، چون که تو خیانت نکرده ای به امانت کسی. بسیار مهربانی و تنها حق را میگویی. سپس هر دو نزد ورقه پسر نفیل رفتند. همان انسانی که پرستش نمیکند بت‌های مکه را، او انسانی عاقل و داناست. بعد چی گفت ورقه؟ با او گفت وقتی تنها بودم صدایی رو شنیدم که به من گفت ای محمد، ای محمد. سپس خواب‌های دیده و کار ملائک را نقل کرد که با او گفته بود. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. این چی سخنانی زیبا و بی‌مثلند. چون ورقه این سخنها را شنید، روح و جسمش را شادی فرا گرفت و گفت شادی کن شادی. گواهی میدهم نزد تو ملائکه آمد که نزد پیامبر عیسی آمده بود و این چنین نزد پیامبر موسی و من گواهی میدهم که تو پیامبری هستی مثل آنها به مردم فرستاده شده. تو مردم را به حق دعوت میکنی. اگر زنده مانم تا آن زمان حتما طرفدارت میشوم. این حادثه کی رخ داد زید؟ وقتی که محمد درباره صدای میشنید نقل کرد، سپس با او گفت ورقه گوش کن او چی میگوید و بگو. صدای شنید که با او گفت
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کجا می روی؟ با مکه. چیزی گفتم پنهان دار مصعب. من تو را به خاطر خدا دوست می دارم و خواستم این را بدانی. شاید خدا هدایتت کند. محمد پیامبر این مردم است. او را فرستاد خدا با دین حق. چه گریه میکنی مثل زنها ای عبیدالله؟ برای ورقه پسر نفیل میگیریم. انسان مرد که از همه دینها باخبر بود. لیکن او خدایان ما را هرگز پرستش نمیکرد و آنها را باطل میشمرد. او دیر فوتید. از مرگ او شادی ابوالحکم؟ نه، او عمرش را گذراند و اگر قوم اسد پشتیبانش نبود او را به حالش نمیگذاشت اهل مکه. او میخواست از بینتان برود، اکنون ببین رفت. پیش از او نیز فوت زید پسر نفیل و عثمان پسر حویرث. آنها را کشتند. کسی از دینش رو گرداند مردم مکه از او بیزارند. اکنون ورقه بزرگت مرده رفت. ورقه شخصی بود که همه دین را می دانست. بعضی ها می گفتن او یکتا پرست بود، بعضی دیگر می گفتن نصرانی بود. همه کتاب ها را خوانده بود و گوش می داد به سخنان اهل تورات و انجیل. او بی صبرانه برای ظهور پیامبر منتظری می کشید. چون درباره او برایش نقل کرد خدیجه، خدا از او راضی باشد، درک کرد که اوست پیامبر، درود خدا بر او و به آلش که منتظرش بود، و گفت او پیامبر این مردم خواهد شد. بعد همه این او سخنان مشهوری به زبان آورد. سوگند به خدایی که جانم در دست اوست، تو پیامبر این مردم خواهی شد و نزدت ملائکه آمد که پیش از تو نزد پیامبر موسی آمده بود. اینچنین نقل میکنند که پیامبر اسلام درود خدا بر او و به آلش ورقه را بشارت به جنت داد. و در زمان اسلام عمر ابن خطاب و سعید ابن زید ابن نفیل از پیامبر درود خدا بر او و با آلش پرسیدند ممکن است تا ما آمرزش طلبیم برای زید ابن عمرو ابن نفیل؟ جواب داد البته، حقا که روز قیامت او همراه امت من برخواهد خیست. محمد پسری برادرم و پسرم علی میخیزند و سجده میکنند. چی کار میکرده باشند آنها؟
باز آنها سجده کردند. کاری عجیب است نزد چشم قریشی ها. آی پسری برادرم چیکار میکنی؟ ای پسری برادرم، از کدام دین پیروی میکنی؟ کمی پیش من دیدم تو را و علی پسرم را که از جایتان برخیسته باز نشستید و سجده کردید. پیامبر اسلام درود خدا بر او و با آلش گفت: ای عمک، این دین خدا دین ملائکه ها و دین پیامبران است. دین ابراهیم است. خدا مرا با این دین نزد بندگانش فرستاد و شما عمک باید نخست کسی باشید که مرا بپذیرید و برای این حق بیشتری دارید. باید که شما مرا تصدیق کنید عمک و محافظتم نمایید. فرقیتی نمی بینم بین کار تو و دین پدر و باباهایم. سوگند به خدا تا زمانی که من حیات هستم نمیگذارم تا کسی به تو ظلم کند. و خدیجه خدا از او راضی باشد بهترین کمک رسان بود برای پیامبر درود خدا بر او و با آلش. برای دعوت اهل خاندان و خویش و تبار و دخترانش به پیامبر بسیار کمک میرسانید. خدیجه یاری میرساند به همه کارهای پیامبر درود خدا بر او و با آلش و پیامبر نیز او را همسری سعادتمند میدانست. خداوند نزد پیامبر اسلام درود خدا بر او و با آلش به واسطه ملائک جبرائیل سوره ضحی را فرستاد. به نام خدای بخشاینده مهربان. سوگند به وقت چاشت و سوگند و شب چون بپوشد با تاریکی خود اطراف را که پروردگارت تو را ترک نکرده و دشمن هم نگرفته است. البته آخرت برای تو بهتر از دنیاست و هر آینه به زودی پروردگارت تو را عطا خواهد داد تا خوشنود شوی. آیا تو را یتیم نیافت و پناهت داد؟ آیا تو را گم گشته نیافت و هدایتت کرد؟ آیا تو را درویش نیافت و توانگرت گردانید؟ پس یتیم را میازار و گدا را مران و نعمتهای پروردگارت را بازگو نما. کجا میروی ابوذر؟ به مکه. چی گپ است در مکه؟ موسم حج نرسیده است یا حج عمره میروی؟ در مکه کاری مهمی می شود. می ترسم که دیر نمانم. کاری مهم؟ چی خبری مهم را شنیدی ابوذر؟ به نزدیکی همه عرب ها این را خواهند دانست. میلش برو. چو جان؟ برای چی ما را دعوت کردی ابوبکر؟ چی شد که دور از قریشی ها خواستی ما را ببینی؟ بله، خواستم که در تنهایی صحبت بکنیم، چون که پیامبر درود خدا بر او و آلش اجازت دعوت آشکارا را نداده است. پس بگو ابوبکر، حقو که تو بهتر میشناسی قریشی ها رو. میدانی کی بد است و کی نیک و کی با اعتماد. من هم شما را به این خاطر به اینجا دعوت نمودم. آیا شما از من هیچگاه سخنی دروغ و بهتان را شنیده اید؟ نه به خدا. برعکس این قریشی ها میگویند که شما انسانی راست قولید. قوم تیم با شما میفخرد. شما چه اندیشه دارید درباره محمد پسر عبدالله پسر عبدالمطلب پدر قاسم؟ محمد امین؟ ما از او جز خیر چیزی ندیدیم. او همیشه سخن حق رو میگوید و هیچگاه از زبان او سخن فحش رو نشنیده ایم. در بین قریشی ها صادقترین انسان است. به خدا هر چی که گفتید برای محمد حق است. اهل خاندانش نیز خیرخواهند. مردم او را تنها به نیکی‌هایش میشناسند. محمد شما را به چیزی دعوت میکند که دنیا و آخرتتان را آباد میسازد. با چی دعوتمان میکند؟ او شما را به آن دعوت میکند که شهادت بدهید که خدا یکتاست و شریکی ندارد. محمد باشد پیامبری اوست. همچنین شما بت‌های لات و عزا را پرستش نکنید و روگردان باشید از آنها. محمد تنها ما را به کاری خیر دعوت میکند. پس چرا انتظارید؟
چرا انتظاری میکشید؟ چی کار کنیم ابوبکر؟ بگوید شهادت میدهم که نیست خدای جز الله و شهادت میدهم که محمد پیامبری خداست. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. شهادت میدهم که نیست خدای جز الله و شهادت میدهم که محمد پیامبر خداست. خوش به حالتان. خدا ایمانتان را مستحکم گرداند. تو چی کار میکنی زید؟ زید؟ چرا پاسخ نمیدهی؟ السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. درود بر تو بلال. بگو تو اینجا چی کار میکردی؟ با کسی نمیگویی آخر؟ با کسی نگویم؟ چی کار کردی که با کسی نگویم؟ فهمان مرا که تو چی کار میکردی در آنجا؟ قسم بخور که با کسی نمیگویی؟ قسم بلات و اوزا. بالات و اوزا قسم مخور. من از بتها بیزارم بلال. بیزارم میگویی؟ از هبل از منات هم بیزاری؟ بله از همه اش بیزارم. من یگان بت رو نمیپرستم. یگان خدای نو یافتی؟ نقل کن زید. ای بلال، حقا که خدا یک دوست و هیچ شریکی ندارد. اوست که ما رو آفرید. باز به سویش برمیگردیم. باز نقل کن زید. همه آدمان برادرند بلال. فرقی نیست بین عرب و عجم، بین دارا و فقیر، بین غلام و آزاد، جز تقوایشان. این را از تو شنیدم. نه، این سخنانی محمد پسر عبدالله است. او پیامبر خداست که برای راهنمایی مردم فرستاده شده است. قبول کن بلال. با او ایمان آور. اگر ایمان آورم چی می شود؟ جنتی می شوی بلال. از عذاب و مشقت غلامی آزاد می شوی. چی کار کنم باید؟ چیزی من می گویم بگو. شهادت می دهم که نیست خدای جز الله. أشهد أن لا إله إلا الله و شهادت می دهم که محمد پیامبر خداست. وأشهد أن محمدا رسول الله. خدا ایمانت را مستحکم گرداند برادر. برادر؟ بله بلال، برادر. مؤمنون با هم برادرند. زید، ای پسر حارس، تو کی هستی؟ منم مصعب پسر عمیر. مصعب پسر عمیر؟ این جوان چی میخواسته باشد؟ تو چی میخوای مصعب؟ من میخواهم با محمد پسر عبدالله واخورم. صبر کن من خودم نزدت میآیم. دینی را که محمد آورده است با کلی فرق میکند از دین قریشی ها، مگر آنها با هم میپیوندند. با خدا قریشی ها همه میدانند که محمد انسان صدیق و نکوکار است. هیچگاه دروغ نمیگوید و کسی در او کار بدی را ندیده است. درود بر تو پسر عمیر. چی میخواهی؟ میخواهم با پدر قاسم گفتگو کنم. میتوانی با من بگویی؟ آخر او مرا پسر خانش خوانده و همه مردم مرا زید پسر محمد میگویند. فکر میکنم تنها پدر قاسم به امدادم میرسد. میخواهم درباره دین نو با او صحبت کنم. رفتیم مصعب، رفتیم. مادر درباره محمد پسر عبدالله برادرتون به من نقل کنید. چی را میخواهی بدانی درباره محمد پسرم؟ هر چی که درباره اش میدونید مادر نقل کنید. میبینم بی صبرانه میخواهی که بدانی زبیر. بله مادر جان. بنشین پسرم. ای پسرم، به خدا او هیچگاه دروغ را اعتراف نمی کند. حتی در جنین مادرش او دارای کرامت بود و همه این را می دانست. به خدا سوگند پسرم،
هنگامی که او به دنیا آمد در او نوری می درخشید که قصر بسرا و فارس را روشن کرده بود. سوگند به خدا پسرم، او در قوم سعد به وی رسید و حلیمه به ما نقل کرد که در هیچ کجا چنین قحطی وجود نداشت در آن سال. چارپایانشان دیگر شیر نمی دادند و سبزه ها خشکیده بودند. سپس او را به دایگی گرفتند. همه جا سبز شد و گویا که هیچ وقت چنین قحطی نآمده بود. همچنین سوگند به خدا پسرم، از زبانش هیچگاه سخنی بد نمی برآمد. او انسانی با اعتماد بود، از خردسالی مثل بزرگان بود. مثل کودکان مکه بیهوده بازی نمی کرد و شب نشینی ها نمی رفت. او انسانی خیرخواه و مبارک است. هیچگاه تکبری نمی کند. سخنهایش همه به مورد است. او همیشه پشتیبان حاجتمندان است. به انسانهای ناچار رحیم است و هیچ یک از مردم مکه با او برابر نمی شود. من نزد او می روم. تو از او چی می خواهی پسرم؟ به خدا من ایمان می وارم و پیروی او می شوم. امکت نوفیل اجازت نداد بیرون روی از قوم اسد. ورقه هم از قوم اسد بود و عمم خدیجه دختر حویلید از قوم اسد است. صوفیه دختر عبدالمطلب مادرم است. به خدا از کسی نمی ترسم. می روم به نزد او. خدا حفظت کند. برو. به خدا محمد، تو تنها ما را به نکوهی دنیا و آخرت دعوت میکنی. هیچ کلامی را نشنیدم چون گفته های تو با مضمون و حق باشد. شاهدی میدهم که نیست خدای جز الله و شاهدی میدهم که محمد پیامبر خداست. پیامبر به تو میگوید ای مصعب، ظلم و مشقت و عذاب در پیش است. تو جوانی بزرگ زاده ای و میترسم که به این مشقت ها تو باور نباشه. اگر سرم را از تنم جدا کنند به خدا رو نمیگردانم. خدا ایمانت را مستحکم گرداند مصعب. انشاءالله. چشم که دیده در جهان روی محمد رو و دیده که سرمگر دیگه سوی محمد رو و دیده که سرمگر دیگه سوی محمد رو. همه عالم شده سراب از جوی مسلمانی بینوشد اهل عالم تا جزا جوی محمد رو بینوشد اهل عالم تا جزا جوی محمد رو. صلی الله علیه و سلم.